تنظیمات یخچال فریزر هیمالیا به سادگی. تو این پست با کلیدهای پنل تنظیمات یخچال فریزر هیمالیا آشنا میشید و نحوه کار با نمایشگر این محصول رو به طور کامل آموزش میبینید. حالا بیاید به کلیدهای پنل تنظیمات یخچال فریزر هیمالیا یه نگاه بندازیم. کلید رف برای تنظیم دمای کابین یخچال استفاده میشه و با لمس این کلید علامت مربوط به اون به حالت چشمک زن در میاد و میتونید دما رو با دکمه‌های بالا و پایین تنظیم کنید. بازه دمایی یخچال 1 تا 7 درجه سانتیگراده. کلید فریز برای تنظیم دمای کابین فریزر استفاده میشه. با لمس این دکمه علامت دمای فریزر فعال میشه و شما میتونید دما رو بین منفی 15 تا منفی 23 درجه سانتیگراد تنظیم کنید. کلید قفل. این کلید برای قفل کردن پنل تنظیمات به کار میره و از تغییرات ناخواسته جلوگیری میکنه. کلید صدا. از این کلید برای فعال یا غیر فعال کردن صدا هنگام باز شدن درب و کار با پنل تنظیمات یخچال استفاده میشه. کلید سوپر. اول بیاید کاربرد حالت سوپر رو بررسی کنیم. این حالت برای انجماد سریع مواد غذایی بسیار مفیده. فرض کنید تازه محصول رو روشن کردید و داخل اون گرمای زیادی وجود داره یا اینکه حجم زیادی از مواد غذایی رو وارد یخچال یا فریزر کردید. تو این شرایط با فعالسازی حالت سوپر دمای یخچال به 0 درجه و دمای فریزر به منفی 23 درجه میرسه. این کار باعث میشه که مواد غذایی به سرعت سرد بشن. پس از رسیدن به پایین ترین دما دوباره دما به دمای تنظیم شده برمیگرده. برای فعال سازی حالت سوپر در یخچال اول دکمه رف رو فشار میدین. در این حالت دمای یخچال چشمک زن میشه. سپس کلید سوپر رو فشار میدید. برای فعال سازی حالت سوپر در فریزر اول دکمه فریز رو لمس، سپس بعد از چشمک زن شدن دما کلید سوپر رو فشار میدید. برای تشخیص فعال یا غیر فعال بودن حالت سوپر در یخچال به چشمک زن بودن حالت رف نگاه کنید. در این صورت یخچال در حالت سوپر قرار داره. برای غیر فعال سازی حالت سوپر در یخچال یا باید صبر کنید تا خود به خود این اتفاق بیفته یا در صورتی که بخواید دستی حالت سوپر رو غیر فعال کنید پس از فشار دادن دکمه رف کلید سوپر رو فشار میدین. برای غیر فعال سازی حالت سوپر در فریزر پس از لمس دکمه فریز با فشار دادن دکمه سوپر میتونید از اون حالت خارجش کنید. در حالت سوپر برای یخچال دکمه رف و برای فریزر دکمه فریز در حال چشمک زدن هستند. میتونید فقط یخچال، فقط فریزر و یا هر دو رو به حالت سوپر در بیارید. کلید خاموش روشن برای خاموش یا روشن کردن محصول استفاده میشه. کلید تنظیم ساعت برای تنظیم ساعت محصول به کار میره. با لمس این کلید ساعت به صورت چشمک زن در میاد و میتونید اونو با کلیدهای بالا و پایین اطرافش تنظیم کنید. توجه داشته باشید که با قطع برق ساعت تنظیم شده ذخیره نمیشه و به مقدار پیش‌فرضش یعنی 12 برمیگرده. خروج از حالت استندبای. این حالت زمانی اتفاق میفته که درب یخچال باز باشه و کلیدهای محصول لمس بشن و یا اینکه محصول دچار خطا باشه. اگه درب یخچال رو باز کنید و یا هر گونه تغییری در تنظیمات ایجاد کنید محصول از حالت استندبای خارج میشه. با استفاده از این راهنمای ساده میتونید به راحتی یخچال فریزر هیمالیاتون رو تنظیم کنید و از مواد غذاییتون به بهترین نحو نگهداری کنید. حالا وقتشه که از این امکانات بهره ببرید و از تازگی و شادابی مواد غذاییتون لذت ببرید.